دلار 50,000 تومانی یا 75,000 تومانی؟ توی این ویدیو میخوام حرفایی بزنم که خیلی خوشایند نیستش. به دلایل مختلف مثل کسری بودجه 300,000 میلیارد تومانی واسه دولت، از اون طرف تورم 43% که داشتیم، نقدینگی کف جامعه هست و تنشایی که بین ایران و امریکا هست و کلی دلایل دیگه، به نظر من قیمت دلار حتما افزایشی هستش و گام بعدیش و تارگت بعدیش محدوده 68 تا 70,000 تومانه بعد از اینکه 60 رو رد کنه و گام بعد از اون محدوده 75,000 تومان هستش. به خاطر اینکه توی اسفند ماه انتخابات مجلس رو داری، فقط به خاطر این من میگم که احتمال اینکه قبل از نوروز و سال تحویل دلار بالای 60 بره خیلی پایینه، یعنی کنترلش بکنن به خاطر انتخابات. وگرنه اگه انتخابات نبود بهتون میگفتم که بیشک حتی این ور سال دلار بالای 60 رو میدیدش، ولی احتمالاً کنترلش کنن. سیاستی که واسه بانک مرکزی دیروز اعلام کردن که سپرده‌گذاریایی که 30% بهره میده که بخوان نقدینگی رو جذب بکنن که بتونن کنترل بکنن. به این دلایل من فکر می‌کنم که این ور سال احتمالاً دلار رو بین 55 تا 60,000 تومان کنترل کنن، اما در سال آینده دلار وحشتناک حرکت میکنه. میخوام چند تا هشدار بهت بدم. اگر برنامه‌ای برای خرید داری، خرید ملک، خرید خودرو، لپتاپ، گوشی، تجهیزات، وسایل خونه، هر چیزی، خیلی صبر نکن، سریعا بخر. این که بخوای نقد بمونی خیلی جذاب نیست چون بازار حرکت میکنه. منتظری نباش دلار بشه 50,000 تومان، 40,000 تومان. اینا رو کامل بریز دور. با مستندات همه چی شفاف هستش و این ویدیو رو سیوش کن، بفرست برای تمام کسایی که میشناسی. خیلی از مردم آگاه نیستن، نمیدونن که تو این شرایط حداقل لطمه کمتری